سیچویشنشیپ یا رابطه بدون تعهد و تکلیف چیه؟ چرا و چطور اتفاق میفته و چطور میتونیم خودمون رو از این شرایط نجات بدیم؟ سلام و درود به همه عزیزای دل، خیلی خوش اومدید به ویدیو یوتیوب دیگه. اگر چنل رو سابسکرایب ندارید پیشنهاد می‌کنم حتما سابسکرایب بکنید تا بتونید ویدیوهای بعدی من رو هم داشته باشید و اما خیلی مقدمه چینی نکنیم، یه راست بریم سراغ اطلاعات رو ببینیم که راجع به موضوع امروزمون چه اطلاعاتی رو میتونیم با هم شیر بکنیم. سیچویشنشیپ موقعیتیه که خیلی ها ممکنه اسمش رو شنیده باشن، راجعش اطلاعات داشته باشن، خیلی هم نشنیده باشن و اخیراً باب شده، یعنی تا پیش از این خیلی وجود نداشته. شاید 1 سال 2 ساله که اسمش داره دست به دست میشه و رد و بدل میشه و خیلی ها هنوز ازش خبر ندارن و نمیدونن چه وضعیتیه، ولی به هر حال چیزیه که داره اتفاق میفته و در جامعه جهانی وجود داره. سیچویشنشیپ وضعیتیه که تو توی رابطه عاطفی با طرف مقابل هستی ولی تعهد و مسئولیتی نسبت بهش نداری. یعنی چی؟ یعنی از لحاظ تجربه‌ای که میتونید داشته باشید، همه جا با هم میرید و میایید، وقت زیادی با هم میگذرونید، قرارهای زیادی ست میکنید، رابطه جنسی دارید، احتمالاً هر آن چیزی که در یک رابطه عاطفی پایداری یا در ازدواج اتفاق میفته بینتون داره رد و بدل میشه. ممکنه نسبت به هم دیگه احساساتی داشته باشید یا این احساسات یه طرفه باشه، ممکنه دلبستگی بینتون شکل گرفته باشه یا یه طرفه این دلبستگی شکل گرفته باشه، اما به هر حال رابطه شما اسم نداره. یعنی اگر دیگران بپرسن شما چی کاره هم دیگه این، خیلی نمیتونی با قدرت و جدیت بگی ما توی رابطه ایم یا ما با هم ازدواج کردیم. تعهد و مسئولیتی نسبت به هم دیگه نداریم. معمولا وقتی شرایط سیچویشنشیپ پیش میاد، یکی از طرفین بیشتر درگیر این رابطه است و یکی از طرفین بیشتر داره از اینکه شرایط و اوضاع مشخص نیست آسیب میبینه و اذیت میشه، که این زن و مرد هم نداره، بسته به موقعیت میتونه خانم باشه یا آقا باشه، و اون یکی خیلی مایل به چسبیدن به رابطه یا تعهد به رابطه یا مسئولیت پذیری نسبت به رابطه نیست. یعنی معمولا آدم‌هایی در کنار هم در قالب سیچویشنشیپ قرار میگیرن که یکیشون میترسه از اینکه بخواد خیلی صمیمی بشه، از اینکه یه نفر رو بخواد از دست بده، از اینکه عواطفش درگیر بشه و آسیب ببینه. اون یکی هم نمیخواد تعهد و مسئولیتی بپذیره و اتفاقا همینا با هم مچ میشن. یه نفرشون اون ترسه براش اتفاق میفته، ترس از دست دادن اتفاق میفته، و اون یکی ترس تعهد براش اتفاق میفته، ترس مسئولیت اتفاق میفته، و هر دو طرف اینجا دارن میترسن، هر دو طرف نگرانن و این رابطه بدون تعیین و تکلیف پیش میره. خب ابزار لازم برای سیچویشنشیپ چیه؟ مواد لازم برای این شرایط چیه؟ یک، کافیه یکی از طرفین در رابطه عاطفی از اینکه از دست بده بترسه، از اینکه خواسته هاش رو بگه بترسه، از اینکه ناراحتیش رو بگه بترسه، از اینکه چیزای مختلفی که پیش میاد رو براش حد و حدود و قوانینی بچینه بترسه، نگران باشه، احساس بکنه طرف رو از دست میده، احساس بکنه ارزش و لیاقت این که اصلا بخواد چیزی رو بگه و طرفش رعایت بکنه نداره، و اون طرف مقابل هم مایل اصلا نیست که راجع به خواسته ها، ناراحتی ها، حد و حدود، قوانین صحبت بکنه و صرفا دوست داره تجربیات این رابطه رو داشته باشه، حال خوب و لذت این رابطه رو داشته باشه، و هر زمانی هم که احساس کرد دیگه نمیتونه از اینجا تغذیه بشه رابطه رو رها بکنه و بره. اگر این دو ماده لازم وجود داشته باشه، سیچویشنشیپ اتفاق میفته و طرفین درگیر این شرایط میشن. خب حالا ما کاری نداریم که برای هر کدوم از طرفین چه اتفاقاتی میفته، ما کار به اون فردی داریم که توی این رابطه بلا تکلیف مونده، یعنی اونی که تعهد نداره، مسئولیت نمیپذیره و نمیخواد اینجا بمونه رو ما کاری بهش نداریم. اونی که داره از این شرایط آسیبی میبینه رو کار داریم و راجع به اون میخوایم صحبت بکنیم. و اگر تو این فرد هستی، اینجا میخوام یه مقدار بهت کمک بکنم که بتونی خودت رو از روابط این شکلی نجات بدی، یا اگر در این رابطه هستی بتونی خودت رو رها بکنی، یا اگر در آینده با چنین شرایطی روبرو شدی آمادگی مراقبت از خودت رو داشته باشی. برای رهایی از این شرایط شما 4 چیز رو باید در نظر بگیرید. یک، اول باید ببینید چه جاهایی، چه زمینه‌هایی، چه افرادی با چه ویژگی‌هایی در شما احساس حقارت رو بالا میاره. احساس حقارت یعنی چی؟ یکی از پیش زمینه های این که ما درگیر چنین رابطه بلا تکلیفی بشیم اینه که نسبت به طرف مقابل یه مقدار خودمون رو پایین‌تر می‌بینیم، یا احساس می‌کنیم اون دسته برتر رو داره، یا احساس می‌کنیم که اگر نظر مخالفی بدم، اگر ایده‌ای بیارم وسط، قانونی بذارم، حد و مرزی بذارم، طرف قبولش نمی‌کنه یا منو رها می‌کنه میره، یا ارتباط رو ادامه نمیده. یعنی پیش زمینه ایجاد این رابطه اینه که من یه مقدار نسبت به طرف مقابلم احساس حقارت
داشته باشم. این حقارت چیز بدی نیست بچه‌ها، یعنی احساس نکنید اگر الان این حسو دارید دیگه وای من چقدر بدبختم که این حسو دارم. نه، همه ما ممکنه نسبت به آدم‌های مختلف در یک سری زمینه‌ها احساس حقارت داشته باشیم. یه نفر به خاطر اینکه طرف مقابلش جایگاه اجتماعی بالاتری داره این احساس حقارت رو داره و دائم دنبال و پیگیر طرف مقابل، حتی اگر طرف به رابطه متعهد نشه هم دوست داره باز بهش بچسبه، چون احساس می‌کنه این جایگاه اجتماعیش خیلی بالاه، من نباید از دستش بدم، از دست بدم دیگه شبیه این به دست نمیاد، یا اگر باش مخالفت بکنم بلافاصله منو رها میکنه. این آدم نسبت به جایگاه اجتماعی اون فرد احساس حقارت داره. یه نفر ممکنه نسبت به پول طرف مقابل احساس حقارت داشته باشه. یه نفر ممکنه به سطح زیبایی و جذابیت طرف مقابل احساس حقارت داشته باشه. یه نفر ممکنه اصلا به صورت عمومی و کلی خودش رو آدم ارزشمندی نبینه و در مواجهه با هر آدمی احساس حقارت داشته باشه. بنابراین شرایط متفاوته، ولی اکثر ما آدم‌ها اگر عزت نفسمون در اون لول بالا و اعلا نباشه نسبت به این موضوع به هر حال آسیب پذیر هستیم، چون هر کدوم از ما چیزهایی هست برای ما که به اندازه کافی نداریمش یا کم داریمش یا نسبت به بقیه کمتر داریمش، و وقتی در کنار آدمی قرار میگیریم که همون چیز رو، اون جایگاه رو، اون پول رو، اون شرایط رو، هر چیزی که هست خیلی در لول بالایی داره، این احساس حقارت رو تجربه میکنیم. پس برای اینکه درگیر سیچویشنشیپ نشی، بیا ببین نسبت به چه چیزی ممکنه احساس حقارت رو تجربه بکنی. نسبت به لول جذابیت طرف مقابل، نسبت به خانواده‌ای که داره، از لحاظ خانوادگی مثلا خانواده سرشناسی دارن، نسبت به جایگاه اجتماعی آدما، نسبت به میزان درآمد و پولی که دارن و جاهایی که میتونن برن و تفریحاتی که میتونن داشته باشن. من نسبت به چه چیزهایی آسیب پذیرم و ممکنه احساس حقارت بکنم. همینا میتونه زمینه‌ای باشه برای اینکه اگر فردی با اون ویژگی ها مقابل من قرار گرفت بخوام به سیچویشنشیپ تن بدم. پس احساس حقارتت رو بیا در بیار. 2، بیا یه سری اصولی برای خودت تعریف کن. آقا در رابطه تو چه اصولی رو میخوای رعایت بکنی؟ مثلا یکی از اصولت ممکنه این باشه که من اگر در رابطه عاطفی تعیین نشه بین ما دو نفر که ما در رابطه هستیم، اون ارتباط رو ادامه نمیدم. یعنی بعد از این مدت که میریم و میایم و همدیگه رو میشناسیم، باید اسم این موضوع بشه رابطه عاطفی و نسبت به هم متعهد باشیم، جای دیگه ای سر گوشمون نجنبه، جای دیگه ای کاری انجام ندیم و به هم متعهد باشیم و مسئول و پاسخگو باشیم. این میتونه اصولت باشه. اصول دیگه ای که داریم میتونه این باشه که طرف مقابل باید به صورت مداوم و مستمر با من در تماس باشه. یعنی روزانه، حالا نه خیلی زیاد نه خیلی عجیب و غریب، ولی یه تماسی با هم داشته باشیم، یه پیامی رد و بدل بشه، خبر داشته باشیم از هم، یا اگر اتفاقی برامون میفته قبلش خبر بدیم امروز فرصت نمیکنم خیلی باهات صحبت کنم. این میتونه اصول تو باشه. میتونه اصول این باشه که من توی ارتباطم مثلا 2-3 ماه باید بگذره تا رابطه جنسی داشته باشم، همون ابتدا رابطه جنسی برقرار نمیکنم، باید یه شرایط و فضای امنی بینمون شکل بگیره که بخوام این رو تجربه کنم. بیا یه سری اصولی برای خودت لیست کن. هر آدمی باید یه سری اصولی داشته باشه. بعد حین این که توی رابطه قرار گرفتی، تو اگر اصول داشته باشی که فرق نداره طرف اینجاست یا اینجاست، قبلش تو اومدی حقارت‌های خودت رو چک کردی. اگر مثلا طرف مقابلت آدمی بود که خیلی پولدار بود و تو احساس بکنی نسبت به پول احساس حقارت داری، بنابراین زنگ خطر سیچویشنشیپ خورده. پس خیلی اتفاقا اینجا لازم تره و مهمتره که اون اصولی که گفتی رو بهش پایبند باشی و توی رابطه مطرح بکنی، چون اگر نکنی انقدر این ماجرای مثلا پولدار بودن طرف در حین پیشبرد رابطه برات بزرگ میشه که بعد از این مدت نمیتونی اصلا چیزی رو تعیین بکنی و حد و مرزی بذاری. پس از همون اول روی اصولت استوار باشه. بعد از این که اصول رو تعیین کردی، تو حین پیشبرد رابطه عاطفی باید این اصول رو به طرف مقابل انتقال بدی. آقا قرار میذارید بیرون میید، همیشه که قرار نیست خوش بگذرونید، تفریح داشته باشید، برید عشق باحال. یه وقتی باید بشینید واقعا 1 رو 20 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت فقط راجع به خودتون دوتا صحبت بکنید، شناخت رو پیش ببرید، نه صرفا تفریح و هیجان و خوش گذروندن رو. یه تایمای واقعا با هم بچینید. مثلا این هفته اگر 2 بار 3 بار میرید بیرون، یه جلسه‌شو بگید این جلسه بریم راجع به خودمون صحبت بکنیم.
بکنی و طرف مقابل که اومد سر قرار، بشین آقا باهاش صحبت بکن. ببین مثلا بگو یکی از اصول من اینه که بعد از یه مدت که توی رابطه ایم باید تکلیفمون مشخص بشه. ما الان صرفا دو تا دوستیم که داریم با هم میریم و میایم یا نه؟ من مثلا ویژگی‌های تو رو شناختم، به نظرم برای رابطه عاطفی مناسبی. اگر تو هم چنین احساسی رو متقابلا نسبت به من داری، از الان به بعد دیگه اسم ارتباطمون بشه رابطه عاطفی و اون مسئولیت پذیری رو نسبت به هم بیاریم وسط. خیلی ساده میتونی به طرف بگی آقا این دیدگاه من نسبت به تو، دیدگاه تو چیه؟ و اگر جفتمون موافقیم، رابطه عاطفی یه توافق، اسمش رو بذاریم رابطه عاطفی. پس تو میتونی اصولت رو بیای حین شناختن هم دیگه یه جاهای راجعش صحبت بکنی، حرف بزنی و نظر طرف مقابل رو بپرسی. البته اینو بهش اشاره بکنم بچه‌ها که ازدواج مسئلهش کاملا جداست. یعنی ازدواج رو شما توی یکی دو سه ماه اول خیلی نمیتونید بیارید وسط، مگه اینکه رابطتون بر یک بستر متفاوتی شکل گرفته باشه، نه آشنایی دو نفره. خب بعد از اینکه این اصول رو تعیین کردی، تو حالا به طرف گفتی چی میخوای، شرایطت چیه، اصولت چیه. بعدش دو حالت داره. طرف مقابل یا میگه اوکی من اوکی ام، یا میگه اوکی نیستم. اگر اوکی نباشه که میفهمی آقا طرف نمیخواد وارد رابطه بشه، خب ادامه نمیدی که بخوای درگیر سیچویشنشیپ بشی. اگر هم نه، طرف گفت که اوکی ام، پیش میام، بعدش باید یه مدت چک بکنی آقا این یه تعهدی رو پذیرفت، یه مسئولیتی رو پذیرفت. حالا چک کنم ببینم رعایتش میکنه. مثلا اگر گفته اوکی ما توی رابطه ایم، از این به بعد حواسش هست که ارتباطات خارج از چارچوب نداشته باشه، از این به بعد حواسش هست که روزمره یه زبانی بذاره با من صحبت بکنه، چیزای شبیه به این، هر چیزی که اصول خودت هستش. اگر رعایت میکنه که خدا رو شکر، اگر نمیکنه تو حالا حد و مرز میذاری. حد و مرز یعنی چیه؟ یعنی طرف مثلا یه روز صبح تا شب پیام نداد، تو چیکار میکنی؟ بهش پیام میدی سلام عزیزم، نمیدونم درگیر بودی یا هر مشکل دیگه ای داشتی که باعث شد امروز با من تماس نگیری. من میخوام این رو بدونی که ما با هم تعیین کردیم که توی رابطه هستیم، یه مسئولیتی تو نسبت به من داری، اونم اینه که یه زمانی در روز برای من بذاری. بنابراین میخوام از الان تعیین بکنم که اگر از این به بعد این اتفاق نیفته، من فرض این که توی رابطه عاطفی هستیم رو حذف میکنم و چنین فرضی دیگه ندارم، چون این لازمه ی رابطه است. میای حد و مرز میذاری، میگی آقا رابطه سری اصولی داره، اصول رو من بهت گفتم، تو هم اکسپت کردی، ما دو تا آدم بالغیم که حرف زدیم و تصمیم گرفتیم، پس دلیلی نداره که رعایتش نکنی. چرا رعایت نمیکنی؟ حالا یا یه دلیل منطقی میاره و میگه به این دلیل این اتفاق افتاده. اگر به نظر منطق اومد اوکی، امروز اشکالی نداره، این اتفاق افتاده، منم میپذیرم. یا دلیلی نداره و تا حد و مرزت رو گذاشتی. بعد از اینکه حد و مرز رو تعیین کردی، حالا یا طرف متوجهش شد، عواقبش رو هم بهش گفتی، رعایتش میکنه یا نمیکنه. اگر نکردی، یه بار حد و مرز میشکنه، دو بار میشکنه و توضیح میدی، سه بار میشکنه و توضیح میدی، دیگه تکرار شد، به طرف میگی ما برای رابطه با هم مناسب نیستیم و بهتره که ارتباطمون رو ادامه ندیم. یعنی مهر بطلان میزنی بین این ارتباط و میگی که ما مفادی داشتیم، قراردادی با هم داشتیم که تو رعایتش نمی‌کنی، پس کلا قرارداد فسخ هستش و خودت رو از اون شرایط میکشی بیرون. ببینید بچه‌ها، ما یه سیستم ساختیم، ما یه روند ساختیم، ما یه فیلتر ساختیم، ما یه الگو ساختیم. این روند رو تا اگر طی بکنی، هیچ آدمی روی این کره خاکی نمیتونه تو رو وارد یک شرایط بلا تکلیف بکنه. این کاملا دست خودته و با این فیلتری که بهت گفتم کاملا میتونی یک شرایطی رو برای خودت بسازی که طرف اگر اهل این هست که ما تو رابطه رو پیش ببره، خب پیش ببره. اگر اهلش نیست، خب زودتر خودت رو از این شرایط خلاص بکنی و قبل از اینکه خیلی وابسته بشه، خیلی عجیب و غریب طرف برات مهم بشه و نتونی رهاش بکنی، یه تصمیم درست حسابی برای خودت بگیری. روزولت، یکی از رئیس جمهورهای معروف آمریکا، یه جمله خیلی معروف و قشنگی داره که احساس میکنم الان لازم این جمله رو بشنوی. روزولت میگه که no one can make you inferior without your consent. یعنی هیچ کس نمیتونه به تو احساس حقارت بده مگر اینکه خودت این رو اجازهشو داده باشی و نسبت به این رضایت داشته باشی. اگر تو راضی نباشی و اجازهشو ندی، هیچ کس نمیتونه به تو احساس حقارت بده. پس همینجا اینو داشته باش. این فیلتر به تو کمک میکنه که به آدم‌ها اجازه ندی به تو احساس حقارت بدن و تو رو بلا تکلیف بذارن. خودت میتونی جلوی این ماجرا رو بگیری، خودت میتونی یک رابطه با کیفیت بسازی، به شرط اینکه جرأت و جسارت انجام این کاری که بهت گفتم رو داشته باشی. شاید خیلی جا انجامش برات سخت باشه، چون ممکنه خیلی جا با آدم‌های ارتباط بگیری که نمیخوای واقعا از دستش بدی، واقعا میگی حیف، آدم خوبیه، اوکی، اخلاقش اوکیه، حالا صبر میکنم تا متعهد بشه، حالا صبر میکنم تا رفتارش بهتر بشه، حالا ان شاءالله در آینده عوض
عوض میشه. حالا خودم در آینده عوضش میکنم، ولی واقعیت اینه که نه تو میتونی عوضش بکنی نه اون قراره عوض بشه، مگر اینکه شرایط رو خودت طوری بچینی که طرف یا متعهد بشه به این رابطه، تکلیف رو مشخص بکنه، یا اگر اهل انجام این کار نیست دیگه نتونه از شرایطی که وجود داره سوء استفاده بکنه و بدون تعهد ارتباط رو ادامه بده. خیلی خب بچه‌ها، خیلی خوشحالم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک بکنه که دیگه درگیر سیچویشنشیپ نشید و بتونید از خودتون بیشتر مراقبت بکنید. مجدد تکرار می‌کنم اگر چنل رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب بکنید و از ویدیوهای بعدی ما هم استفاده بکنید. امیدوارم موفق باشید. فعلا خدا نگهدار.